پول درآوردن جزو سخت‌ترین کارهای دنیاست، ولی آدمایی بودن که به صورت شانسی پولدار و ثروتمند شدن. اولین نفری که خدا بهشون نگاه کرد و شانسی پولدار شدن، بچه‌های یک زوج تو پنسیلوانیا آمریکا بودن که بعد از 20 سال به خانه پدری خودشون برگشتن که یک تجدید خاطره‌ای بکنن. ولی به محض وارد شدن به داخل خانه متوجه ریخته شدن سکه‌های طلا بر زیر دیوار یک قسمت از خانه شدن. بیشتر این سکه‌ها متعلق به سال 1793 تا 1857 میلادی بود و ارزش عتیقه آنها به 2 میلیون دلار رسید و بچه‌ها این سکه‌ها رو فروختن و یک پول راحت مفت رو به دست آورد. دومین نفر یک تاجری به اسم کریستیان نیکولای بود که در سال 1908 یک تابلو نقاشی رو خرید که به او گفته بودند برای ون گوگ است. اما بعد از اینکه آن را پیش عتیقه شناسی میبرد، عتیقه شناس به او میگوید که این اثر ون گوگ نیست، چون امضای وی در تابلو دیده نمیشود. آقای نیکولای هم عصبانی میشود و نقاشی را به گوشه‌ای از انباری پرت می‌کند و دیگر به سراغ آن نمی‌رود. وقتی نیکولای از دنیا میرود، وارثین او این نقاشی را از انبار بیرون میآورند و دوباره آن را پیش عتیقه شناسی میبرند و معلوم می‌شود که این نقاشی غروب ماجور نام دارد که کار اصلی خود ون گوگ است و حدود 50 میلیون دلار ارزش دارد. و یک نفر دیگه به صورت شانسی پولدار شد. نفر سوم یک کشاورزی به اسم پیتر بوده که چکش خودش رو گم میکنه و دوست خودش اریک درخواست میکنه تا فلزیاب خودش رو بیاره تا چکش رو پیدا کنه. اریک در محوطه مشغول گشتنی بوده که ناگهان فلزیاب اون به صدا در میاد. اریک در مرحله اول یک سکه پیدا میکنه و تشویق میشه تا باز هم زمین رو بکنه و در نهایت او مقدار زیادی طلا و جواهر و دستبندها و چیزهای دیگری پیدا میکنه و به دولت خبر میده. این گنجینه مربوط به سربازای روم باستان بوده که 15 میلیون دلار ارزش داشته. اونا این گنج رو به دولت تحویل میدن و 2 میلیون و 200 هزار دلار پاداش میگیرن. نفر بعدی مردی به اسم چارلز بوده که در یک حراجی یک نقاشی به قیمت 4 دلار میخره. او از خود نقاشی خیلی متنفر بود، اما از قاب نقاشی خیلی خوشش میاد و به همین خاطر قاب رو باز میکند تا نقاشی آن رو عوض کند که یک سند کهنه را میبینه. او این سند رو به نزدیک یک متخصص میبرد و بعد از بررسی معلوم میشود که این سند در واقع یک کپی دستی از پیماننامه استقلال آمریکاست که در سال 1776 فقط 25 تا وجود داشته و قیمت آن بیش از 2 میلیون دلار است. و در نهایت این مرد خوششانس این سند رو به قیمت 2 میلیون و 400 هزار دلار به فروش میرساند. و نفر آخری که بیشترین پول شانسی رو به دست آورد فردی به اسم تونی است که یک بسته از کاغذهای مختلف رو از یک حراجی به قیمت 5 دلار میخرد. او بعد از گشتن در بین کاغذها یک سند کاغذی که 1628 سهام از شرکت نفتی پالمز را داشته و در سال 1924 صادر شده بود رو پیدا میکنه. از تاریخ صدور این سهام این کمپانی‌ها با هم ادغام شده بودند تا اینکه همه آنها توسط شرکت کوکاکولا خریداری میشوند. او با وکیل خود ماجرا را در میان گذاشت و متوجه شد که او 108 میلیون سهام در کوکاکولا دارد که 130 میلیون دلار میارزد. کوکاکولا اصلا از این خبر خوشش نیامد و گفت که تمام این ادعا احمقانه است و وکیلای خودش را خبر کرد و یک دعوای حقوقی راه افتاد. ولی متاسفانه تونی در سال 2010 از دنیا رفت و خانواده او در دادگاه ادامه دادند و دعوای حقوقی آنها هنوز ادامه داره. حالا برام کامنت کن اگه تو هم یه همچین ثروتی بهت برسه باهاش چیکار می‌کنی؟